با درود و عرض ادب و احترام بر شما دوستداران این پیج. امروز میخوام یه مطلب مهمی بگم از روانشناسی. من نه روانشناسم، نه جامعه شناسم، نه سیاستمدارم، نه با دین کاری دارم، ولی با تجربه 60 ساله که رو خودم کار کردم میخوام درباره اینا صحبت کنم. همینطور که میدونین میگن اقتصاد حرف اولو میزنه، در صورتی که من میگم نه، روانشناسی حرف اولو میزنه. شما میخواین برین یک بیزینسی بزنین، کمپانی های بزرگ یه جایی رو افتتاح بکنن، جایی رو برنامه‌اش انجام بدن، روانشناس، جامعه شناس میره اون محیط رو به قدری بررسی میکنه که ببینه که اصلا این جای این بیزینس هست یا نه. همینجوری چشم نمیبندن. پس اگر روانشناسی تمام یک روانپزشک میگوید مادر تمام امراض استرسه و تمام پادشاه ها، تمام سران مملکت، تمام مردم با این استرس سرکار دارن. اگر از اون بدو زندگی اینها رو آموزش بدن به روانشناسی، اون وقت به این روز نمیافتن. این مملکت، این دنیا به این خرابی نبود. اخلاق جای خودشو داشت، همه چی جای خودشونو سر جای خودشون بودن. ولی الان چی شده؟ دنیا آشوب شده به خاطر همین روانشناسی. الان تمام مردم بری تو حیات خلوتشون میبینین قوقاییه. برای چی؟ برای اینکه از پایه خراب بوده. الان باید در دانشگاه حقوق، در قسمت سیاسی باید کورس روانشناسی بذارن، نه اینکه اینا 1001 اشکال دارن میان سیاستمدار میشن، وضعشون خراب، سیاستمدار میشن. وقت میخواین مملکت درست بشه، مملکت با این خرابی بکران میخواید درست بشه، تمام دنیا همینطوره. باید پایه و اساس بر روان مردم درست بشه، نه اینکه اقتصاد رو نگاه میکنن فکر میکنن که هنر کردن، اقتصاد درست بشه تمومه. نه خیر، پایه از خانه از پایبست ویران است. اینه که همینجوری اقتصاد رو چسبیدن، روان رو رها کردن. همینطوری که ما جسممون شستشو میخواد، روح و روانمون هم شستشو میخواد، ولی همه رها کردن. من به یه شخص میگم که رو خودت کار کن، بدنش کهیل میزنه، میخواد منو تیکه پاره بکنه. خب چیه؟ این کیه که الان بگه که نه روان من خوبه؟ به خاطر اینکه هر کسی بامش بیشتر، برفش بیشتر، این ردخور نداره. فکر میکنی اون ثروتمندترین آدم روی جهان وضعش خوبه از نظر روحی؟ اسفناک، نمیتونه، یعنی با هم پیش میره.
اینا که من دارم میگم همه اینا رو من گذاشتم از این مرحله که دارم صحبت میکنم. اگر هم با حرارت صحبت میکنم این عادتمه، نه اینکه مثلا با عصبانیت دارم چیز میکنم، نه، این بار اومدم. همینطوری که از کودکی من با سرعت راه میرم، هنوزه که هنوزه، همون سرعتی که 20 ساله بودم الانم همونجوری راه میرم، هیچ تغییری نکرده. اینه که باید آدم اگه روانشون رو به راه بکنه همه چی میاد سر جاش.